شخصیت پیامبر علیه السلام این یک شخصیتی است که محدود به یک زمان و مکان نیست. گرچه که محمد علیه السلام در عصر 6 یا در عصر 7 گذاشتند، تا حال تاثیر پیامبر علیه السلام رو در تمدن بشریت دیده می شود، در فرهنگ بشریت دیده می شود، در سیاست و در اجتماعیات و در اقتصاد و در همه چی تا امروز که تاثیر پیامبر علیه السلام ملموس است. بنابراین میتونم گفت که سیره پیامبر علیه السلام یک کلیدی هست برای فهم تاریخ اسلامی، کلیدی هست برای فهم قرآن. و سیره پیامبر علیه السلام این نمونه عملی تطبیق قرآن برای به زندگی هست. مسلمان را ضرور است که با سیره پیامبر علیه السلام آشنا شود تا اینکه زیر موج پرتلاطم افکار غرضناک نماند که امروز چه بسیارند خیلی فکرها، چه بسیار از فکرهای که باطله که ارزش‌های اسلامی را زیر سوال میبرد، ارزش‌های دینی را زیر سوال میبرد، ارزش‌های ملی را زیر سوال میبرد، چه بسیارند. و آشنایی با سیره برای انسان همچون یک جوشنی هست که از این فکرهای بد و از این موجهای پرتلاطم او را حمایت خواهد کرد.